سازه‌ای که در حال ساخت هست یه سازه با سیستم قاب خمشی هست. در سیستم قاب خمشی ما مجاز به استفاده از یکی از 10 نوع اتصالی هستیم که اتصالای پیش تایید شده تیر به ستون هست. اتصالی که در اینجا استفاده شده از نوع WFW یا اتصال مستقیم تقویت نشده جوشی در نظر گرفته شده. اما سوالی که معمولا مطرح میشه در سازه‌هایی که به صورت قاب خمشی هستند و اتصالات به صورت گیردار هست، اتصال ستون به کف ستون باید به صورت گیردار طراحی بشه یا اینکه میتونه غیر گیردار هم باشه. اما در پاسخ به این سوال الزامی وجود نداره که سیستمی که به صورت قاب خمشی با اتصالات گیردار طراحی شده در اتصال ستون به کف ستون به صورت گیردار طراحی بشه. اما چه تفاوتی ایجاد میشه؟ این زمانی که این اتصال به صورت گیردار طراحی بشه، توزیع لنگر بهتر خواهد بود و دریفت در طبقه اول کاهش پیدا میکنه. اما در نقطه مقابلش چه اتفاقاتی میفته؟ شما نیاز خواهید داشت به یه فونداسیون با ابعاد بزرگتر، بولت ها با تعداد یا سایز بیشتر و ضخامت و ابعاد کف ستون بیشتر. اما تصمیم نهایی رو در مورد این موضوع که اتصالات به صورت گیردار باشه یا به صورت مفصلی طراحی بشه با طراح سازه خواهد بود.